أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. سوره عبسه که هست، این هم سوره مکی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده و وقتی ما درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام آیتی را میخوانیم، با عقیده معصومیت پیغمبر عقیده داشته باشیم که پیغمبران معصوم هستند، از گناه های کبیره و صغیره پیغمبران پاک هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر معصوم بود. پیغمبران گاه لغزش میکنن و لغزش پیغمبران هی است که ترک اولا میکنن. مثلا شما در مسجد داخل میشین، حقش است که در پشت ستره نماز بخوانین. شما یک امکی او طرف نماز خواندین، یک کسی میبرتون میگه که کار خوب نکردی، تو میگی من خود نماز خواندم کار خوب است، میگه نه، اولا ای بود که باید در روی میدان نمیخواندی، پشت ستره میخواندی، پشت دیوار، پشت یک چوب، پشت یک دیوار، در اونجا باید استاد نمیشیدی. برای شما ترک اولا کردین، خوبتر و بهتر او بود، اما شما گناه نکردین، جرم نکردین. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کافر یا چند کافر را جمع کرده بود و برای سنا توحید بیان میکرد. یک صحابی جلیل قدر که عبدالله ابن ام مکتوب رضی الله عنه نام داشت، این نابینا بود. چون نابینا بود و موقف نمیدیدی مردم های بیدینه، این داخل شد در مجلس و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من یک سوال دارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به این فکر شد که من خدا خدمت شما 24 ساعت هستم، مال باش که یک چند تا کافر است یا را دعوت کنم. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کمک خفه شد، چرا این تو به وقت سوال میکنه؟ و چون عبدالله بن ام مکتوب نابینا بود، او چهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حالت پیغمبر نمیدید، لکن الله متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برای هر دعوتگر آداب دعوت یاد میده که یک مؤمن با ایمان با تقوا یا 100 کافر که در پیش الله ارزش زیاد داره. حالا که عبدالله ابن ام مکتوب یک صحابی نابینا هست، یه از کافرها که در پیش ارزش زیاد داره، الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که عبس و تولا. عبس ناراحت شد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و تولا و اعراض کرد، ان جاءه الاعمى، وقتی که پیش ازی امو صحابی نابینا آمد. و ما یدریک، و چی چیز دانان ترا ای پیغمبر، لعله یزکا، شاید که ای شخص پاک میشد، او یذکر، یا نصیحت حاصل بکنه، فتنفعه الذکر، پس این نصیحت بر از این منفعت بکنه. اما لیکن من استغنا، و کسی که استغنا میکرد و شریعت قبول نمیکنه، توحید قبول نمیکنه، فانت له تصدی، تو به طرف از او زیاد روی میکنی و سعی و تلاش میکنی. و ما علیک، و بالای تو نیست، الله یزکا، ای که کافر تزکیه نمیشه، پاک نمیشه، خود از کفریات پاک نمیکنه. و اما من جاءک یسعی، و اما کسی که به نزد تو آمد، یسعی، که سعی و شتاب داشت، و هو یخشی، در حالی که او از الله میترسه، فانت عنه تلهی، باز تو از پیش از او مشغول میشی. کلا، نچنین است که شما فکر میکنید، انها یقینا، که این قرآن که است تذکرتون، پند است. فمن شاء، پس هر کسی که بخواهد، ذکره، از ایره یاد میگیره و از این پند میگیره.
فی صحف مکرمه، این قرآن عظیمشان در صحیفه های معزز و مکرم نوشته شده هست، مرفوعت بسیار بلند مرتبه هست، مطهرت بسیار پاک است، به ایدی سفره، در دست امو ملائکی هستند که کرام برره، که بسیار با کرامت و با عزت هستند و برره بسیار بر و نیک هستند. قتل الانسان ما اکفره، هلاک ساخت انسان را ما آنچه که اکفره او را ناسپاس ساخت. من ای شین خلقه، از چی چیز او را الله خلق کرده؟ من نطفه، از یک نطفه خلقه خلق کرد او را، فقدره، پس او را اندازه کرد، ثم السبیل، سپس راه را یسره، بر از او آسان گشتان، ثم سپس او را اماته می میراند، فاقبره، پس او را داخل قبر می کند، ثم سپس اذا شاء، هر وقتی که بخواهد، انشره، دوباره این انسان زنده می کنه. کلا، نچونین است که شما تصور می کنید، لما یقضی ما امره، او فیصله نکرده، هنوز فیصله نکرده ما آنچه را که امره بر از او حکم شده. فلینظر الانسان، پس باید نظر بکند انسان، الی طعامه، به سوی غذایش، انا، یقینا که الله متعال میگه، ما صببنا الماء صبا، ما ریختیم آب را صبا، بریختاندن، ثم شققنا الارض، سپس شگافتیم و شق کردیم زمین را، شقا، شق کردن و شگافتن، فانبتنا، باز رویانیدیم، فیها، در آن، حبا، حبوبات را، دانه ها را، و عنبا، و انگور را، و قضبا، و سبزیجات را، و زیتونا، و زیتون را، و نخلا، و خرما را، و حدائق غلبا، و باغهای پردرخت، و فاکهتا، و میوه ها، و ابا، و گیاه ها، که این میوه ها متاع لکم، متاع باشد، خوراک باشد، لکم، برای شما، و لانعامکم، و ابا و گیاه ها برای انعامتان، حیواناتتان. فاذا جاءت الصاخه، پس وقتی که بیای قیامت با یک صدای بسیار سخت، یوم، روز قیامت، روز است که یفر المرء، فرار میکند یک شخص، من اخیه، از پیش برادر خود، و امه، و فرار میکنه از پیش مادر خود، و ابیه، و از پیش پدر خود، و صاحبته، و از پیش همسر خود، و بنیه، و از پیش فرزندان خود، لکل امرئ منهم، بر هر شخصی از ایشان، یومئذ، در روز قیامت، شأن و یغنی، یک حالت می باشه که یغنیه، به خود از او تعلق میگیره، هر کس در غم جان خود است. وجوه، روز قیامت روز است که وجوه، روزهای یومئذ، در روز قیامت، مسفرتون، بسیار درخشان و تابان می باشد، ضاحکتون، در حال خنده می باشد، مستبشرتون، شادمان می باشد. و وجوه، و بعض روزهای دیگه هستند که یومئذ، در روز قیامت، علیها، بالای آن، غبرتون، اما تو مثل که غبار زده باشه، ایره سیاه می باشه، تاریک، غبارآلود، گردآلود. ترحقها قطره، که در این رو چیره می شده باشه، قطره، سیاهی، یعنی چیرهایشان سیاه میزنه و وضعیتشان خراب است، غبارآلود. اولئک هم الکفرة الفجره، اولئک همین گروه مردم، هم ایشان هستند، الکفرة کافران، الفجرة فاجر و بدکار.